گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم دوم. اولاد. همسالان ما می دانند، به گپ سر کرد بابای ساربان، که بابایان ما اصلا از دهه باغ زاغان سری خاصار برای رزق و روزی به سمت قشلاق شگنا کوچ بسته آمدند. قبلگاه ما را مولا محمدی می گفتند. ختم کرده یکی از مدرسه های بخارا بودند. اسم مرا با نام یک دوست قدردانی خیشدوانیش که 6 سال در یک حجره می زیستند و با هم مثل برادر بودند نامیده است که برای ما مردم کلاب غیر عادی می تابد. پدرم تحصیل دیده و خط و سواد خوب داشتند. مدرسی می کردند. وقتی که والدینش از دنیا گذشتند و خرج گور و چوبی آنها اولاد ما را مفلس گردانید و مجبور شد شغل خود را دیگر کند، به چوپانی مشغول شود. همزمان شماره مالهای خودش را هم با زحمت زیاد کرد، چون گاه می دید که مردمان علاهیده در ساحل‌های دریای شگنا به طلاشویی مشغولند، به این کار توجه نمود. آهسته آهسته از این کسب فایده دید. رمه بایها را به اختیار صاحبانش گذاشته چند سرمال خود را جدا کرده گرفت. سرآغاز شماره بز و گوسفندهایش را افزوده به نگاه و بین آنان مشغول گشت. او همزمان به طلاشویی شغل ورزید. از بس که شخص جهان دیده، زیرک، کاردان، پخته و پرکار بود، به تدریج در این کسب موفق و بای و بدولت شد. اگر اول قبلگاه بنده را مولا محمدی می گفتند، اکنون او با نام محمدی بای مشهور گشت. مولاها که پیشتر پدرم را برای سوادناکیش چشم دیدن نداشتند، همکنون او را عالم تخلص نهاده تعریف و توصیف و به او با چشم طمع نگاه می کردگی شدند. حالا هم کسی را پرسید، بزرگوار ما را به نیکی یاد می کنند، چون که دولتمند با نان و نمک و سخاوت پیشه بودند. چون من به سین 21 رسیدم، پدرم مرا پسر کلانی گفته خانه‌دار کردنی شد. از بس که ما مردمی بای و به دولت شگنا بودیم و سرمایه ما را مردم تخمین می کردند، پدرم نخواست که در آینده دولت و سولت ما نیم شود. از بیگانه ها کلین انتخاب نکرد. خواست دختر خواهرش را مصلحت کرده به من دهد. ما خود را غلام پدر می حسابیدیم، اما به این پیشنهاد قبلگاه هم: پدر جان، آخر دختری عمم به من نمی زیبد. قدش پست باشد میلش، اما به اولاد شما نرفته است. افتش خنک، پیشانیش کلان، فوکش باریک، بینی پوچوق، قوت برداشتن یک کوزه آب را هم ندارد. سیب سیاه، خرابی مردنی. او در خانه ما چیکار میکرده باشد؟ گفتم. ای بر پدرت با قابهای قلاقی لعنت. مادر تو هم از این بدتر بود. 10 بچه زایید، کلان کرد، نمرد. حالا همه او را بایخانی میگویند. بعد عقلت رسد، باز یگان تای دیگرش را حق و حلال کرده زنی دویم میکنی. دولت و سولت آدم در دست زنی اول میماند گویان مرا سخت جمع کرد. به مادرم در تنهایی گفتم: دختری عمم را نمیگیرم، از خانه میگریزم. از عقبه پالزک طرف طویل دره روم، درکی مرا دیگر هیچ کس نمییابد. مادری بیچاره هم زار زار گریست و گفت: این کارا نکن بچم، گوری پدرت در بگیرد. من در این خانه زن نبودم، غلام بودم. به بالای من باز زن گرفت. من فقط بچه های او را اسره کردم. چوپان بودم، طلاشوی بودم، پادبان بودم، هیزم کش بودم، کنیز بودم. یک زنی مشتی پر، بی عقب و دادر، بی کس. شکر که شماها را خداوند به من داد. چیکار کنم؟ طرفی تو را بگیرم، به اجل مرد، مرا زده می کشد. چه خیلی باشد از گپی پدرت نبرا بچم. به هر حال پدر پدر است. ببین زمانه هم ناتینج. یک سببی سراسیمگی پدرت همین. در حقیقت زمانه ناتینج بود. می گفتند بالشوای گفتنی یک آدم برآمده است، کافر است، مسلمان را عذاب می دهد، می کشد. مخصوصاً بایها،
ملاها در تهلکه افتاده بودند. حال پدر من هم خوب نبود. آوازه های گوناگون را می شنید. خواصش بیجا، شبها خوابش نمی برد. گاه خود را تسلی داده خیر می گفت و بالشوای کی آمدن گیرد. من نه ملا هستم نه بای، به من چیکار دارد؟ بالشوای بر راه خودش، من بر راه خودم. اما هفته دیگر آوازه شد که بالشوای غرم را پورا گرفته است. فوزیل مخصوم فرار نموده به طویل دره پناه برده است. دسته او با راهبری ملا سراج الدین به بهانه زکات و جهاد مردم را تله کرده به داد و فریاد آوردند. 5-10 روزی در اطراف هر ده خیمه زده دختران بالغ و نابالغ را برده به کلانهایشان تارتوق می کردند. خودهاشان را خدمتگار مجاهدین گرفته پسرکان را با فریب و نیرنگ درس جهاد آموزی گفته شب تا روز به بچه بازی مشغول می شدند. آدمان می گفتند که از همین باسمچی های جهادی دیندار همان بالشوای بیدین 1000 بار خوبتر بوده است که به زن و بچه مردم کاردار نمی شود. شکست پی در پی باسمچی ها را دیده برای همین دزدی و فساد خدا آنها را زده است می گفتند. اما بدبینی بالشوای نسبت به ملا و بایها این قسمت مردم را سخت بی‌ضابطه کرده بود. خواص پدر من گریختگی بر این می نمود. یک شام من به مال و گاوی خانه اندرمان بودم که دادرم دویده آمده پدرم فرمود تیز به پیشش روی. در حجره بالاست گفت او. من ترسیدم. گمان کردم خدا زد. روز نکاح را با جیانش تعیین می کند. چیکار میکرده باشم؟ رفتم. پدرم خیلی افسرده و آشفته خاطر می نمود. فرمود پیشتر بیا بچم، اینجا نزدیکتر بشین. من همین طور کردم و از جایش خسته در حجره را کشاد. این سو آن سوی آن را خواطر آمیز یک نگاه کرده در را از درون محکم پوشید. پیشتر نشست و با آواز خیراسی پست ساربان پسرم، تو فرزند کلانی من هستی، گور و چوب میکردگی منی، وارث دولت و سولت من می باشی. دیگر کسی ندارم. چشمی عمکایت دامادها همه به مال و ثروت من علا. گمان میکنند مال دنیا به من است، اما هرگز این طور نیست. آچه‌ات هم آدمی بی عقل. در 40 سال او را از صغیر دختر سعیدی لوچک به بای خانمی رسانیدم. هیچ نیکی چشمش ایل شود گفت. باز هم پیشتر نشسته با تاکید محض بچم همه مرا محمدی بای دنیادار است میگویند. آه و واه میکنند. اما من یک عمر تگ آب و خاک این دره ها را مثل کرمیلای خورک بیزیده، پا درد بغم درد شده 2 آهنک زنگ زده بچه هلاک را جمع کردم که شما در روز مبادا دست نگر نشوید. لیکن این زردک ها طور باباهای ما می گفتند به آدم نصیب نمی کرده است، بدبختی می آورده است. خودت می شنوی می گویند بلا آمده است. این بالشوای آدمان بای را طلب و تاراج کرده اموال آنها را به مردم پایلوچی خدازده که از بیکاری و بیناموسی و تنبلی گدا و سقا گشتند تقسیم می کرده است. 2 تنگه داشته ها را زندان می کرده است، نابود می کرده است. از روی شنیدی من بعضی ملاهای آدم بدبین این دهه الکه تملق کارانه گویا درباره ملای و دارای من هم به باسمچی و هم به بالشوای معلومات دادند. با این جان خود را خلاص کردنی شدند. بعد کمی ایستاده به یک نقطه نامعلوم نگاه کرده زود رویش را به من گردانده سخنش را دوام داد. اگر راستش را گویم ملای و بدولتی من واقعیت هم دارند بچم. مدرسه بخارا خواندم که به من سود نکرد و شب و روز طیلاکاری کردم، فایده اش را ندیدم. لیکن دانسته باش ساربان، آن که بامش بیش برفش بیش گفتند. اما مرد نباید هراسان شود، دایما در پی علاجی واقع باشد. گفت پدرم. او 1-2 بار سخت سلفیده گویا از کسلی بدش خبر می داده باشد لب و دهانش را با آستینش پاک کرده سخنش را باز هم با آوازی پستر ادامه داد. ساربان پسرم، مزم نیست. از بازی که آوازه این 2 بلا بالشوای و باسمچی را شنیدم شبها خوابم نمی برد. تا بروز سلفه می زنم، نفسم می گیرد.
زردک ها را پیدا، اما سلامتیم را به یک بار گم کردم. پدرم بار دیگر در را گشود، اطراف را از نظر گذرانید. باز در را از پیشینه سخت در پوشید. این دفعه از درون زنجیر کرد. شمع را گیراند. به من فرمود آن را بگیرم و روشنایی دهم. نمد را یک طرف کرده به کندن قسمتی طرف شرق بیخ دیواری درون خانه سر کرد. بعد 2 بلخا گرفتن سناچی پوستی را کنده بیرون برآورده گفت: تمام دولت و سولت من همین است. دهان سناچ را گشاد. با 2 دست لرزان از درون آن پنجه زده، مثل که پوچاق پیسته را می برداشته باشد، از همان آهنهای زنگ زده 2 مشت خود را پر کرد و به من نشان داد. حتی از شعله خیره شمع در یک زمان جلوی آن زردک های افسانوی سقف خانه را با مثل طلوع آفتاب مزین ساختند. این یلقاسی یا خودمانندی مثل سرکشیده تیغی نزد خورشید، طلای سرخی در دنیا نامداری شگنا بود. چشمان پدرم هم یک باره خود به خود کلان کلان کشاده شدند. دستانش می لرزیدند و آن طلاهای برگک مثل کاه پرنیان قیمت بها به درون سناچ می ریختند. من هم در عمرم این گونه خزینه را بار اول می دیدم. از ترس یا تعجب باشد که حیران و شگفت به اختیار به زمین نشستم. پدرم: بچم، این را در عالم من و تو می دانیم و الله. خدا خودش غیبدان و حافظ اسرار است. اما تو ساربان پسری من، به خدا قسم خور که به کسی این را نمی گویی و اگر گویی از پشت پدرت نباشی. من به او نگاه کردم، اما پدرم به من نگاه کرده قسم خور گفته با شدت امر داد. من فرمان او را اجرا کردم. قصه کوتاه، همان شب من با همراهی پدرم سناچ را در 2 پوست قره بچه در خورجین اسب 2 نیمبار کرده ناعیان از دیه برآمده بعد 1.5 ساعت به دره منارا رسیدیم. در بلندی زیر چناری که پدرم آن را نبیره نام برد، با زاغنول و کلند و بیلچه همراه خود آورده بودیم، چقوری یک قد آدم کنده تگ خاک کردیم. معلوم بود که پدرم این جای خیلی ناعیان را بر وقت زیر چشم کرده بوده است. برای گم نکردن جای، بزرگترین چنار دره را بابا در طرف چپ به سمت عمودی قد کشیده چناری از آن پستر را پیسر و در شفت آن چناری را که جوانتر تخمین 40 سال داشت نبیره نام نهاد کرد. بعد گرانیدن آن معدن از یوغنهای اطراف کنده بالای آن چقوری را خارجاروب نمودیم. شب هم آیسته آیسته سفید می شد. پدرم: بچم، برای آن که به این دره آمدن ما را کسی نفهمد، بازگشت عقبه را پس سر می کنیم و توسط دره آبی تلخ به دیه بر می گردیم گفت. هنگامی به قشلاق نزدیک شدن پدرم اسب را از راه برآورده سوی تپه قزنک راند. تعجب کرده پرسیدم: آتا کجا هی کردی؟ خانه نمی رویم؟ می رویم. هیزم ها را بگیریم بچم. عیان گشت که این عمل برای چشم مردم را خطا کردن ضرور است. پدرم بر وقت یک باری حوزر به هیزم زده آنجا پنهان کرده بوده است که هنگامی بازگشت مبادا آدمان تعجب نکنند. محمد علی بای در این صبح از کجا آمده است و گمانی بد نبرند. این از آن جهت بود که پدرم با وجود بای و بدولت بودنش هیچ وقت دستیار نداشت و به کسی باور هم نمی کرد. همه کار را با دست خودش انجام می داد، هم در خانه و هم در بیرون. شوخی‌آمیز به او نگاه کرده می گفتم که محمدی بای فقط تولد کرده نمی تواند، باقی همه کار از دست او می آید. او باشد به همشهری هایش. ای مردم کلاب، اقلا شما یک بار زندگی مردم بخارا را می دیدید که آنجا از برگ درخت پوسیده هم پول می کنند، می گفت. پدرم به مهنت دوستی و پرکاری خود افتخار داشت. آدم کمبغل را بد می دید. می فرمود کمبغلی از مردگی، مرده پرتایی است. آدم صاحب مغز و صحت و سلامت نباید کمبغل و نادار و محتاج و مردار باشد. این عذاب‌های کشیده من و شب پرماجرای بیخوابی در نظرم هیچ بودند، از آنکه در این تلاطم تشویش و خواطری پدرم به زنی دادن جیانش را به من فراموش کرده است و مرا با آرزوهای شیرین خودم ماند. راستی آن 2 سناچک پر طلا هم در نظرم آنقدر قیمت نداشتند.
گرچند نظر به آن مهنت و زحمتی که می کشیدیم و با آن لباس های دریده و چرکین من و دادر و خواهرانم، عذاب های ناآسوده و لباس های فرسوده مادرم که او را پدرم با وقار بایخانی می گفت، خیلی در تعجب افتاده بودم. خیال من با درد بی‌دوایی دل خودم بند بود که به هیچ کس مجال گفتن نداشتم الا به آنی که مبتلای دردم بود. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشاد الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم دوم.